بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، ما فعلا بالای تپه کوه رومان هستیم و این کوه که در مقابل ما دیده میشه به نام کوه احد است و این هم میدان جنگ احد است که پیامبر صلی الله علیه وسلم دندانشان شهید شده. اینمی میدان در این میدان جنگ شهید شده. این هم کوه احد است و اینجا شهیدایی که از کوه رومان به خاطر فیروزی مسلمانان پایین میآید و یک چند نفری که در کوه رومان باقی میمانه، دشمنا از سر حمله میکنه و یک چند نفر از صحابه ها شهید میشه و داخل همی دفن است. وقتی که در این جنگ مسلمانان خود موفق میشه، باز کافرها از این طرف پس حمله میکنه و یک صحابه هایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در این کوه مقرر کرده بودن تیراندازا را، شما وقتی که مسلمان ها کامیاب میشه ناکام بازم از کوه پایین نبیاین گفته توصیه کرده بودن. و اما اصحاب کرام وقتی که میبینن مسلمانان کامیاب میشن، یک چند نفرشان از اصحاب کرام در اینجا باقی میمانه، 7 نفر است یا الا 10 نفر، و دیگرایشان پس پایین میرن میدان جنگ که مسلمانان کامیاب شده در این میدان میرن و دیگه باقی ماندهشان یک چند نفر همینجا میمانن. پس از این طرف پشت کوه خالد بن ولید همون وقت مسلمان نبوده، مخالف حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بوده. باز از پشت کوه میاین یک چند نفری که در کوه باقی ماندگی ها را شهید میکنن و دیگه پس عقب نشینی میکنن کافرها. باز هم اشخاصی که اصحاب اکرامی که اینجا شهید شده اینجا دفن است.